سلام میکنم خدمت همه راستادیای عزیز. یه هفته دیگه با تحلیل‌های هفتگی در خدمت شما هستیم. جا داره قبل از هر چیزی بهتون بگم که لایک و سابسکرایب شما باعث حمایت و دلگرمی ما میشه. ممنونیم که انجام میدید. البته اگر که این ویدیو رو از طریق یوتیوب تماشا میکنید. قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل این هفته، یه سری نکات هستش که فکر میکنم باید بهتون بگم. اونم این هستش که ببینید ناکنید داریم به تعطیلات کریسمس نزدیک میشیم یا حتی یعنی تقریبا رسیدیم بهش و سودهایی که توی یک سال گذشته، چند ماه گذشته، روزها یا هفته‌های گذشته گرفتید رو خیلی راحت، سودایی که به سختی گرفتید رو ممکنه خیلی راحت بتونید از دست بدید، چون ساختن کار شاید سالهای، روزهای، هفته‌های خراب کردن میتونه تو چند دقیقه هم اتفاق بیفته. توی این روزهای مارکت حتی خیلی مطالعه داریم روش که اصلا مارکت به هم میریزه، قراردادها دارن تموم میشن، پولا داره از بازار خارج میشه. هر گونه یعنی فرصتی میبینید که فکر میکنید که خیلی جذابه، خیلی خفنه، یه لگ سوینگ میتونم بگیرم، یه مقدار راجبش تأمل کنید، سرتون رو درد نیارم. بریم سراغ تحلیل. خب طبق روال هر هفته از شاخص S&P 500 شروع میکنیم با هم دیگه. ببینید آقا ES الان توی جای خوبیه تقریبا. من خودم تحلیلی که راجبش دارم، ببین 2-3 هفته پیش ما مثلا این ناحیه رو داده بودیم، گفته بودیم شکست رو تثبیت کنه میره بالا، زیر شکست رو تثبیت کنه میریم پایین، که اصلا اون تثبیت پایین رخ نداد. یعنی بالایی الان واسه ما وجود داره. البته ما روی تایم دیلی هستیم. بذارم 4 ساعتی که تریگرها رو هم به شما درست‌تر بگم. بله، همونطور که میبینید ما فقط تثبیت بالایی رو داشتیم و سناریو صعوده، اما به خاطر سال نو من توقع ندارم که این صعود خیلی عجیب غریب باشه. یعنی به نظرم با اینکه خیلی مارکت رو صعودی میبینم، اما به طور خیلی پر ریسکی نمیرم روش. اگه شما هم میخواید معامله بکنید، سعی کنید از اون ریسک منطقی معمولتون بیرون نزنید، چون قیافه خیلی صعودی به نظر میاد، اما به خاطر تعطیلات یک مقدار سعی کنید کجدار و مریض با مارکت کنار بیاید تو این چند وقت. سناریوی فیل من چیه؟ کی سناریو من فیل میشه؟ ببینید آقا اگه من تثبیتی زیر این کف اینجا چنده 6772 بدم، دیگه کار یه ذره خطرناک میشه. نزدک رو با هم دیگه بریم یه نگاه بکنیم. نزدک هم همین جوریه، الان توی عالی ترین حالتش واسه صعود به نظر میاد. حتی اون سناریوهای هفته‌های پیش هم که گفتیم و داره. ناکن این هفته‌های پیش یه سناریوی نزول بهتون داده بودیم که تثبیت زیر محدوده ذکر شده بود. همین جاها که دیگه اتفاق افتاد، یه لگ چند پوینتی داد به ما، 500-600 پوینت به ما داد. الان ولی بازی تغییر کرده، داره دقیقاً سناریو عکسش رخ میده. من فکر میکنم که یه صعودی به قصد زدن ATH وجود داشته باشه، اما به خاطر تعطیلات دارم یادآوری میکنم سعی کنید که با ریسک خیلی منطقی وارد شید، حتی کمتر از ریسک معمولی که همیشه دارید. اینا رو گفتیم که با هم دیگه برسیم بیت کوین رو نگاه کنیم. خب از اونجایی که من سناریو A هم داخل نزدک و S&P لانگ بوده و تقریبا یه جورایی بازار کریپتو هم با اینه یه کورلیشن ریزی همچنان هم حفظ کرده، فکر میکنم که این صعود ادامه داشته باشه. اما من خودم از اینجا نمیزنم رو لانگ. من خودم یعنی اون لانگی که به قصد، ببین آقا به قصد اگه میخوایم مثلا همین چند روز باشه، آره همینجا میتونید با ریسک کم لانگ کنید به تارگت مثلا 93، اما همون لانگ اصلی که میگه روند دوباره برمیگرده به حالت صعودیش بعد از شکست و تثبیت بالای 93000 به نظر من اتفاق میفته. سناریو من کی فیل میشه؟ همون سناریویی که تقریبا 3 هفته است روشیم، چند هفته است روشیم، میگیم آقا اگه بیاد 81000 رو دوباره به هر دلیلی ببینه، سناریوی نزولی تقویت میشه. اتریوم رو داریم. خب از اونجایی که ما اون مارکت ها رو همونطور که گفتیم صعودی میبینیم، یه نگاه صعودی هم به اتریوم داریم، اما اتریوم یک مقدار روندش دچار ضعف شده به نظر من. اما در هر حال ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. ما تریگرامون رو داریم و در واقع سیستممون رو داریم. به نظر من تا وقتی که این تریگر اینجا رو فعال نکرده، دوستان توجه کنید چنده 2700 زیر 2700 شکست و تثبیتی نداشتیم، همچنان ما لانگ باقی میمونیم، میره به سمت بالا. تارگتش چیه؟ $4000. یعنی از این دوتا خارج نیست. من خودم خیلی بیشتر دوست دارم که اون شورتر رو بگیرم توی اتریوم، با وجود اینکه همه چی که گفتم و الان لانگ بودم. اتریوم واسه من تو اسکیل مثلا دوستان چند ماه شاید اتفاق بیفته. BNB رو با هم دیگه داریم. BNB هم میتونه توی جای خوبی باشه، اما من همینطوری چشم بسته نمیزنم رو لانگ. به نظرم اگر که ما تثبیت بالای محدوده اینجا دقیقاً بله 875 داشته باشیم، میتونیم به لانگ فکر کنیم. در غیر این صورت هنوز جاش نیست به نظرم. خب بچه‌ها بریم سراغ تحلیل ارز طلا. همونجوری که مشاهده می‌کنید طلا یه سقفی زده،
البته بچه من دارم طلا رو چارت GC فیوچرز نگاه میکنم. شما به عددا زیاد دقت نکنید، سعی کنید از ناحیه هایی که میگم روی چارت استفاده کنید. همونجوری که میدونید الان طلا رو GC 4461 هستش. من چیزی که میبینم اینجا ناحیه خاصی نداریم، فقط یک ناحیه خیلی مهم داریم 4398 که اگر بشکنه و تثبیت بده رو به پایین میتونیم شورت خوبی داشته باشیم، اگر نه فعلا نظریه سعودی هستش. خب بریم سراغ جفت ارز یورو دلار. همون جوری که مشاهده میکنید به نظر سعودی میرسه، اما بچه خیلی حواستون باشه به ناحیه 1.18. همون جوری که قبلا بهتون گفتم من دارم فیوچرز یورو دلار رو نگاه میکنم، شما ناحیه رو با حواستون باشه. اینجا قیمتش 1.18 سنت هستش. اگر بتونیم ما این ناحیه رو بشکنیم رو به بالا سود خوبی میتونیم داشته باشیم، ولی خیلی مراقب باشید. همون جوری که میدونید نزدیک تعطیلات کریسمس هستیم و چارت میتونه با نقدینگی پایینی همراه باشه، پس با حجم کمتری وارد معامله بشید. در غیر این صورت ما میتونیم از ناحیه $1.18 اگه نتونیم بشکنیم تا $1.17 الی پایین‌تر یورو دلار رو داشته باشیم. خب بریم سراغ پوند دلار بچه‌ها. پوند دلار نزدیک حمایت $1.34 هستیم. اگر موفق بشیم این ناحیه رو بشکنیم میتونیم تا حدود $1.36 صعود رو داشته باشیم و اگر اونجا هم موفق بشیم که ناحیه رو بشکنیم میتونیم بالاترش هم داشته باشیم، ولی من چون تعطیلات کریسمس فکر نمی کنم خیلی قوی بتونیم حرکات رو انجام بدیم. اگر هم زیر $1.30 رو به پایین تثبیت شکست داشته باشیم میتونیم تا ناحیه های $1.30 پوند رو داشته باشیم. خب بچه‌ها بریم سراغ بازار کریپتو. همونجوری که مشاهده میکنید سولانا رو داریم. سولانا بچه‌ها من یه حمایت روی خطوط $124 دارم. یه ضعف خاصی داره اینجا نشون میده که فکر میکنم شاید بتونیم بریم پایینتر برای ناحیه‌های $97 $90 و اما اگر همینجا حمایت خوبی شکل بگیره میتونیم سولانا رو تا $190 داشته باشیم. ولی همونطور که بچه میدونید نزدیک تعطیلات کریسمسیم، بازار نقدینگی پایینی داره، خیلی انتظار حرکات شارپ نداریم توی مارکت، اما برای تحلیل هفتگی اگر سعودی باشیم $143 تا $160 میتونه منطقی باشه و نزولی اگه باشیم $97 تا $90 میتونیم داشته باشیم. همونطور که گفتم ناحیه $124. خب اینجا ارز ترون رو داریم، توی ناحیه رنج هستیم بین خطوط 0.27 سنت و 29 سنت. ناحیه رنج رو داریم. اگر بتونیم 29 سنت رو به بالا تثبیت بدیم بشکنیم با نقدینگی خوبی هم همراه باشه میتونیم ترون رو تا 32 سنت داشته باشیم. اگر هم بشکنیمش بازم میگم به خاطر تعطیلات کریسمس فکر نمی کنم خیلی بریم پایین، اما میتونیم تا ناحیه 24 سنت ترون رو داشته باشیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. به امید دیدار.